تلفن شد که داملا التماس امر یا بردیا تکرار کن. بسیار حیاتی است. میگه خر با بلبل گفته هوس باز، مرا امروز مهمان کن به آواز. مگر بینم که استادی چون است، که هر چیز رهین آزمون است. یا خر پیش بلبل می آید، میگه جورا بلبل ایقا تعریف توصیف ترا میشنویم، همین قواهی میکنن ترا، بیا من ترا یا امتحان بگیرم، کامیت چنخه علم داری دانش داری. ولی متاسفانه خیلی آدمای چی هستن به باک فلانی ترا ایقا تعریف میکنن، به من ترا یا امتحان بگیرم. آخه تو جوانمرد تو همه خودت اصلا صلاحیت امتحان گرفتن نداری که تری دعوا میکنی. منم آوازه بلبل شنیده ولی آواز او هرگز ندیدم. من گفت تعریف توصیف بلبل بسیار شنیدم تا حال آواز تا نشنیدم. کویا صدا که چه بلبل این شنید آواز برداشت، بپاشید آتش کندر جگر داشت. اگه تصور کنه که بلبل چی نو چه چه میزنه، با خواهشش کردین موافق طلب، بعد در چه چه در اومد، نوایش از زمین بر آسمان شد، به نغمه آتش افروزی جهان شد. درخت و کوه و دشت و برکه آب چه کودک شد از این لالای در خواب. همین طبیعت به حد لذت برده، میگه که طبیعت دیگه خوابش برده است، خوابی ناز در رفتن. شبان سرمست بر خاک افتاده، اینان گله را از دست داده. به یاد یار میزد نوشخنده، همه افکن در آتش سپنده. حتی میگه رمبان خوابش برده است، هر سه گله و رمش پراکنده شدی هم پروا نداره، مست شده است دیگه. چه بلبل از سرودن لب فرو بست، خرو را گفت که اینجا نکته هست. وقتی خلاص کرد گفت جورا آفرین، بد نبوده سوز بوده، میگه همینجا یک چند کمبودی ها داری گوش کن. توانم گفت که آوازت بدک نیست، زی الحانی تو بعض بینمک نیست. آواز تا شنیده میشید است، او خبادی بد نبوده است اکا. ولیکن کاش زحمت میکشیدی، خروسان دهی ما را بدیدی. زی استادان خشخان سحرخیز، همه آموختی لحن دلاویز. نکی تیه روز جورا بیا بخشلاقی ما را بیا، من ترا استادای ماهر در پیش و برم شاگردت منم تعلیم بگیری. خروزا را ولی تو قد چون نبینی جگرت پاره میشه. خروزا آوازی بلبل بالا مونده است. چه بلبل گوش کرد این داوری را، مجسم دید در قاضی خره را. این بلبل گوش کرد واه روش در گور، گفت این قاضی ما خر شده است. به هم برزد دو بالا دور شد دور، میان شاخساران گشت مستور. گرفته پیشش و گفت خدایا از خران ما را نگهدار، از این خرداوران ما را نگهدار. علمی سعد ابن معاذ وقتی خداوند هدایتش کرد گفت خدایا از خران یهودی ما را نگهدار. قالت که ایچی کسی یک برادر داریم ایمی جایره بلوغ، همسایه مونم بود یک چند ساله، بسیار بچه خوبه، بچه محیبه، اما همین سرگپه، گپای بیهوده و بیمعنی را بسیار میگه. از بس که استا هم هست الحمدلله در اون محله و مسجد درست میکردیم، بگیم چی میزد سقف مسجد را ریمون میکرد. نصف روزی شد بعد نماز پیشین گفتم استا بفراده بریم یک معرکه دعوت میکردیم، یک جو ختم قرآن باید تیرد فوختک میزنیم، انشالله هم شکممون را پر میکنیم، هم صاحبای خونه میندار میشوند. ترم استای طعام در کلمون جان مایترم خلاص میشوند. رفتیم در معرکه ششتیم، در معرکه فقط علما ششتگیان،
همه عالم آدم عادی نیست. بعد به خاطر آن که مردم آگاه بسازم که این چی کس است، پرسیدن حضرت کی است؟ گفتم این استا های، استا بیچاره ها استاد شنیدین تا آخر معرکه یگان ملا زبانش باز نمیکنه. همه خب بچه میگن شاگردش ایقا عقلکه ایقا گب میزنه ما را در نظر دارن، این استادش خیلی باشه. تا آخر معرکه را الحمدلله ما گب زدیم، ایرم همین خداوند عقل فراستش داد که زبانش باز نکرد، خاموشی استاد. بعد ایدر بر اومدیم، ایدر همین حرمتش میکنن که با فکرم با چای پلیش هم دادن و حضرت خوش اومدی بر اومده میگه این چی برای حضرت میگن؟ گفتم من استاد، گفتم معرفیت کردم این بیچاره استاد شنیدین، هرچی خداوند عقل داده گپ نزدی، اگر همین پیسته ای به مغز اگر لب وا کند رسوا شود. گپی بیهوده و بی معنی در کار نیسته، گپ باید کم باشد. مرد واقعی کسی هسته که زبان خیش اداره کرده میتونه. شخصی که زبانش اداره کرده تونست انشالله اون مرد واقعی است. از همه بلاها خداوند امینش میداره. در حدیث امام بخاری اومده است از سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من یحفظ لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. هر کسی که به من کفالتی همون گوشتپاره را که در بین دو پاش است و کفالت گوشتپاره را که در بین دو چانش هست، یعنی پشت زبانهاش میدهد، من به او کفالت جنت میدهم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر کس کفیل میشود، ضامن میشود بر فرجش و بر زبانش، من کفیل میشم که این شخص مؤمن باشه داخل جنت میشود. از ایده بشورت زیاد میشود. فقط همین زبان نگه بدار، لغلق نکن، گپی بیهوده نگو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه بشارتی بزرگی داده است. سبحان الله، از ایده بشارت زیاد میشود. همین باید نگاه داشته شود. مادرمو ام حبیبه زوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که حضرت فرمود کل کلام ابن آدم علیه لا له الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله تعالی. هر سخنی که فرزند انسان میگه بر ضدش است. هر سخن میگوی برای اون مؤاخذت میکنن فردا روز قیامت. هر یک سخن بر ضد بر زیان انسان است، با فایدهش نیست مگر سه چیز: امر به معروف، نهی از منکر، ذکر خدای تعالی. همه سه چیز فقط به منفعت انسان است. دیگر هر سخنی که میگیم، هر گپ و کاری که میگیم، همش بر زیان ما است. در دنیا لق میکنیم و فردا روز قیامت از روی این زبان شتاب میخوریم. در حدیث اومده است از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند امام ترمذی و دیگر اصحاب سنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفر لسان. وقتی که فرزند آدم از خواب میخیزه هر سحر تمام اعضای بدن، در بعض جا اومده است که پیشش زبان التجا میکنن، تواضع میکنن. در بعض روایات اومده است که زبان حکم به کفر میکنن، زبان مذمت میکنن. تقول اعتق الله فینا فانما نحن بیک. میگن ای زبان گرسوخته، از خدا بترس، در حق ما جور نکن که ما به تو متعلقیم، ما به تو وابسته هستیم. فاین استقمت استقمنا.
اگر تو راست درست باشی ما هم راست درست هستیم. اگر تو سبحان الله و الحمدلله گفتی تمام رگ پیوند سبحان الله و الحمدلله میگه و این اعوججت اعوججنا. اما اگر تو کجرفتاری کردی جوان مرد از تو سخنای ناسزا برمد ما در بلا میمونیم. تو یک مسلمان حقارت کردی مشت یا میزنه بنیره میشکنه یا دندونه. تو اگر یگان سخنی نادرست و خلاف شرع نعوذ بالله کفر گفتی فردا در آتش جهنم از تی بدبخت دیده ما زیادتر میسوزیم. میگن اعضای بدن از خدا بترس در حق ما جور نکن. از همین خاطر زبان همیشه باید اداره شود. با پیر رسیدم در اقصای یونان بدو گفتم ای آن که با عقل و هوشی زی مردم چی بهتر به هر حال. گفتا خموشی 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 خموشی. پیش یک بزرگ رفته میگه پرسیدم که تو بسیار آدم با خیرت هستی با عقل هستی کدام کار از همه بهتر است؟ 4 بار خاموشی گفت. خاموشی 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 خاموشی. سبحان الله. حضرت احنف ابن قیس قصه احنف ابن قیس هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفین برات بیان کرده بودیم. این سرور قبیله بنی سعد است. بسیار شخص دانشمند بود بسیار زیرک بود. همون شخصی که نزد حضرت علی اومد گفت یا امیر المؤمنین گفت مرا گفت از جانب خود حکم تعیین کن. لا اقل مورد حکم تعیین نمیکنی شخصی دیم تعیین کن. اقلا گفت سیم تعیین کن نمیگذارم که هیچ دشمن بر ضد دسیسه کند. بسیار دانشمند بود بسیار عاقل بود. در نزد حضرت معاویه همه جمع اومدگیان احنف هم همونجا است. همه گپ بزنن. احنفی که از همه چرب زبان بود شیرین بیان بود خاموش تا آخر معرکه را لام نگفت است. بعد گفتن که یا احنف برای چی گپ نمیزنی؟ گفت اگر دروغ بگم ای خدا میترسم اگر راست بگم ای شما. چی بگم؟ دروغ بگم ای خدا میترسم راست بگم ای شما دا نمیفوره. بهترش خاموش بیستم. ببینه همه آدم را عقل دانش و فراستشون از کجا میدونن؟ از زبانشو. اول اندیشه میکنن بعد سخن میگن. او آدمی که اول سخن گفت بعد اندیشه کرد وای به حالش که همیشه جانش در عذابه. او را هیچ وقت عاقل خیرتمند نمیگن. حضرت هارون رشید رحمه الله یکی از پادشاه‌های اسلامی است از بنی عباس. بسیار پادشاه بزرگ بود. پسرهایش که وقتی که 30 سالش به بزرگی رسیده بود باقی مانده بودند 2 نفر بود. هارون رشید دیگر پسرها هم داشته است اما در وقت حیاتش از دنیا گذشتگی‌اند. یکیش با نام امین دوم با نام مأمون. شما تاریخ میخونی از این چیزا با خبره انشاءالله. امین پسری سعیده زبیده بود دختر عمک هارون رشید. دختر عمکش بود محبوب ترین زنهای هارون رشید سعیده بغداد. مأمون دختر پسر یک کنیز بود. مادر مأمون رشید کنیزک بود. زن هارون رشید نیم کنیزک هارون رشید امی ولد. در ابتدا هارون رشید همو امین پسرش ولیعهد تعیین کرده بود که بعد وفات من امین ولیعهد است. اما بعدتر وقتی که هر دو بزرگ شدن حکمش عوض کرد. مأمون جای خود ولیعهد تعیین کرد. سیده زبیده دخترمکش وقتی شرید به غضب اومد نزدش در اومد گفت چرا ظلم میکنی؟ اوی پسری من است. خب پسری من است پسر یک کنیز بالاتر نباشد. گفت زنک پسری تا از پسری من هم از دوستش میدارم اما بنیادی ملک به عقل است. به عقل ملک عقل آبادان میداره. من نمیخواهم که بعدی وفات من ملک دولتم تیز از دست بروه. پسری تا عقلش کامل نیست.
چخل میگه تو چخل اثبات میکنی عقلش کامل نیست. هر دش یک کتاب میخونن، در پیش یک معلم درس میگیرن، چخل عقلی کامل به دست ایش نه. گفت علم دیگر است، عقل دیگر. اگر بخوای گفت وضعی اثباتت میکنم. گفت بسیار خوب. بعد صدا کرد، گفت امین دعوت کنی نزدم. امین صدا کردن، در اومد که پدر و مادرش ایشت است. گفت یا امین، گفت لبیک یا پدر جان. در پیشش مسواک چوب ها ایستاده بودن، مسواک چوب 3 دانش در دست گرفت. در بعضی روایات اومده است که 1 قبضش گرفت. گفت ما هذا، این چی است؟ گفت. در جواب مأمون گفت هذا مساویک. امین گفت هذا مساویک، اینا مسواک ها هستند. مسواک جمعبندی شکسته دارد. مسواک مساویک، اکبر، اکابیر. اما کلمه مساویک دیگر معنی هم داره. از مس و مساوی به معنای بیعقلی، دونهیمتی، بیغیرتی، احمقی. مساویک یعنی احمقی تو، مساویک. ببینه امین در حال گفت به اندیشه. بعدا گفت اکن مأمون صدا کنه. مأمون رشید در اومد. مأمون بسیار زیرک بود. همون عقل بسیارش اخیر سببگاری آن شد که از راه هدایت گمراه شود، طرف معتزلی ها را گرفت. حضرت امام احمد حنبل خیلی جبر ظلم کرد، مجبورش کرد بگه که قرآن مخلوق است، نعوذ بالله. اما حضرت امام احمد حنبل هم که امام اهل سنت و الجماعه است، سالهای طولانی حبس شکنجه را به ذمه گرفت، اما به زبان نگفت که قرآن مخلوق است. گفت قرآن کلام خدا است، صفت خدا است، مخلوق شده نمیتونه. و همین مأمون رشید صدا کرد، گفت یا مأمون ما هذا. ای مأمون، گفت در دست من چی است؟ این چی است؟ مأمون با عقل اول اندیشه کرد که مساویک. مساویک دو معنا داشته است. یکیش به معنای مسواک چوب ها، یکیش به معنای احمقی و بیعقلی و بیخیردی تو میشید است. برای همین از بس که زیرک بود، با عقل بود، گفت هذا مسواک و هذا و هذا. این مسواک است، گفت ایشم و ایشم، جمعش نکرد. این چوب مسواک است، گفت این چوب شم و این چوب شم. گفت دیدی اکا عقل انسان با آن دانسته می شود که پیش از او که سخن از زبان برانه، در مینه سرش اول او را هضم میکنه، بعد خارجش میکنه از زبان. پسری تا هضم نکرده، حتی اندیشه نکرد که مساویک میتونه که دیگر معنا داشته باشه، در حال مثل اتومات از زبانش برآمد. اما مأمون که با عقل است، اول همون را در مینش یک گذران، دید که دو معنا داشته است، معنای دیمش ناجایز است، در نزد پادشاه گفتنش نشانه ابلهی و احمقی است. از همه خاطر نیاکه بچی راه و بچی طریقه جانش خلاص کرد. پس این سخن ببینه که چقدر یک نعمتی بزرگ است، اگر به شرطی که اداره شود. این زبان بسیار دولتی بزرگ است. قدری زبان برا داشتن شما از آدمایی که زبانشو میگیره، یا از او بدتر از کسایی که گنگ هستن، از اونا بپرسه که این بزرگ نعمت است، انسان از حیوان متمایز میسازد. اما به شرطی که زبان در اختیار صاحبش باشد. زبان بریده به کنج نشسته سومم بکن، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. همین زبانت بریدگی در یک جا خاموش باشی بهتر است از او که زبان در حکم صاحب نباشد. هر لقیگی و هر سفسطه از زبان خارج شدن بگیره.